توجه، مخلصم و چاکرم. خوش اومدیم به چنل خودتون. چاکرم. یه ریاکشن خفن و قشنگ داریم در مورد تاجیکستان. بهترین قسمت های تاجیکستان رو واسهتون آماده کردم. یه ویدیو از یه چنل خیلی باحال هستش که ریاکشن رفتم و واسهتون آماده کردم. امیدوارم که دوست داشته باشید. بچه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. برید و ببینید، مطمئنم که خوشتون میاد. در آخر هر کی تا آخر ویدیو رو دید یه قلب آبی بذاره. بریم و ببینیم. لیتس گو. بهار است. تاجیکستان یکی از سه کشور فارسی زبان است که جشن نوروز را با شکوهی بیشتر از همه برگزار می‌کند. اما اگر در تابستان و زمستان هم به این کشور سفر کردید، جاهای دیدنی زیادی دارد که می‌توانید از آنها دیدن کنید. تاجیکستان کشوری کاملا امن است، پس نگران هیچ چیز نباشید و بدون نگرانی می‌توانید در تمام تاجیکستان سفر کنید. مردم تاجیکستان از زمانهای بسیار قدیم با احترام به آداب و رسوم خود رفتار می‌کردند. تاجیک‌ها تا امروز دوست دارند لباسهای محلی خود را در روزهای تعطیلی یا در مراسمات عروسی بپوشند. مردم این کشور به زبان فارسی تاجیکی صحبت می‌کنند که تا حد زیادی برای فارسی زبانان قابل درک است. بنابراین از لحاظ برقراری ارتباط و زبان در تاجیکستان مشکلی نخواهید داشت. راست میگه. کشوری ببین، افغانستان، تاجیکستان جزو کشورهای واسه ایرانی‌ها خیلی خوبه. ایران هم واسه اونا خیلی خوبه. به خاطری که زبون همدیگه رو میفهمیم دیگه. مثلا ما اگه بریم دبی همه اینجا عربی یا انگلیسی صحبت میکنن، اصلا نمیفهمیم. ترکیه فقط ترکی صحبت میکنن، نمیفهمیم. ولی این سه کشور میگم که یکیان واسه اینه دیگه. اونها بسیار مهربان و مهمان نوازند و علاقه زیادی به فرهنگ و تاریخ افغانستان و ایران دارند. در سفر به تاجیکستان می توانید گپ و گفت‌های جالبی با مردم این کشور داشته باشید. برای رفت و آمد داخل شهری می توانید از بس یا تاکسی استفاده کنید. تاکسی ها از نرم افزاری استفاده می کنند که هزینه سفر را حساب می کند. پس نگران نباشید، کسی از شما اضافه نخواهد گرفت. اما اگر بخواهید تاکسی منتظر شما بماند، هزینه آن جداگانه حساب می شود. اگر نرم افزار گوگل مپ را داشته باشید، کار شما را آسان می کند. از طریق آن می توانید تمام رستوران ها و جاهای دیدنی را پیدا کنید. یکی از مهمترین مواردی که در طول سفر ذهن مسافران را آره دیگه، گوگل مپ بچه‌ها خوب کارو خیلی راحت کرده. تو هر کشوری بری کارت راحت دیگه. میتونی هر چی، رستوران، هتل، هر چیز رو میتونی اینجا پیدا کنی. جای دیدنی، باز همه جا رو درگیر می کند محل اقامت و هزینه آن است. اگر قصد سفر به تاجیکستان را دارید، لازم است بدانید که هتل‌های زیادی در این کشور وجود دارد که می توانید بنابر بودجه خود یکی از آنها را انتخاب کنید. شما می توانید از $20 تا $200 برای هر شب هزینه کنید. برای اینترنت می توانید از نمایندگی‌های شرکت‌های مخابراتی یک سیم کارت خریداری کنید که حدود $5 قیمت سیم کارت است، اما برای اینترنت هزینه جداگانه باید بپردازید. اگر جزو افرادی هستید که دوست ندارید از چقدر خوشگله ها، ساختمونا رو نگاه کن. یعنی تهران دیگه. وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید، می توانید برای خود ماشین اجاره کنید. می توانید به یکی از آژانس‌های معتبر و دفاتر قانونی رفته و نسبت به اجاره ماشین مد نظر اگه گواهینامه داشته باشی بچه‌ها میتونید که ماشینم اجاره کنید توی تاجیکستان. خیلی خوبه. اقدام کنید. در کشور تاجیکستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر قوانینی برای رانندگی وجود دارد. در حین رانندگی نباید با تلفن همراه صحبت کنید. نباید از داخل ماشین زباله را به بیرون پرت کنید. اگر پلیس ببیند شما را جریمه خواهد کرد. کمربند ایمنی را حتما باید ببندید. گواهینامه بین المللی در این کشور از زمان صدور خود دارای 6 ماه اعتبار است. پس باید حواستان به این موضوع باشد. بیاییم کمی با آداب و رسوم و جشنواره‌های مردم تاجیکستان آشنا شویم. فرهنگ مردم تاجیکستان تا حدود زیادی مشابه به افغانستان، ایران و ازبکستان است. در آستانه نوروز شهر دوشنبه و شهرهای دیگر تاجیکستان حال و هوای دیگری دارد.
خانه تکانی، جنب جوش مردم برای آذین بندی خیابانها و منازل برای استقبال از بهار و برپایی جشن نوروز شنیدنی و خدای نگاه کن چه هوایی، اصلا هوا رو داری میبینی، از توی این گوشی دارم هوا رو میبینم، خیلی خوشگله. بعد چه مردم خوشگل و خوش سرزمون و بچه‌هاش همه خنده‌رو نیست. ساکنان شهر دوشنبه و حومه آن با رفتن به پارک‌ها و مراکز تفریحی که آن را گشت عیدانه مینامند، آغاز نوروز را جشن میگیرند. سمنک یا سمنو یکی از بهترین غذاهای نوروزی است که از جوانه گندم و آرد تهیه می شود. این خوراکی در نوروز زینت بخش سفره‌های نوروزی تاجیکان است. مسابقات بزکشی یکی از برنامه‌های جدا نشدنی از جشن نوروز در تاجیکستان است. آش پلو تاجیکی خوراک سنتی مردم تاجیکستان است که در میان مردم چه میوه گذاشته بود روش؟ این چه غذایه بچه؟ گفت آش. ما آش مثل سوپه، ما آشی که ما داریم مثل سوپه، ولی این فرق میکنه فکر کنم بچه ها. اگه نه بنویسید تو کامنت ها این چیه، غذاه یا سوپه، دسر چیه، چون میوه داره روش. به نام شاه غذاها شناخته می شود. پختن آش پلو تجربه ای فراگیر محسوب می شود که مردم از اقشار مختلف را گرد هم می آورد و در محافل و مجالس صرف می شود. هر سال در شهر دوشنبه و شهرهای دیگر تاجیکستان جشنی به نام جشن آش پلو برگزار می شود. تاجیکستان جاذبه های گردشگری زیادی دارد که ما سفر خود را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می کنیم. قدمت این شهر با توجه به آثار تاریخی که دارد به عنوان یکی از شهرهای توریستی جهان شناخته می شود. این شهر در طی دهه‌های گذشته با ساخت و سازهای حیرت آور مدرن و کامل شده است. مجموعه استقلال در مرکز شهر دوشنبه در خیابان رودکی قرار دارد. این مجموعه در 8 سپتامبر سال 2022 افتتاح شد که 121 متر ارتفاع دارد. قسمت پایین آن 30 متر است که نماد 30مین سالگرد استقلال کشور است و قسمت بالایی آن 91 متر است که نشان دهنده کسب استقلال در سال 1991 است. در قسمت بالایی مجموعه تاجی زیبا به ارتفاع 8 متر از تیتانیوم ساخته شده است. پارک رودکی پارکی بزرگ با درختان بالغ و مسیرهای پر از گل یکی از مکانهای دیدنی این شهر است. پارک رودکی محل مجسمه دلمو برد بچه ها، دلمو برد. شما رو به قرآن بچه های دوشنبه تاجیکستان ما رو دعوت کنیم تاجیکستان. اصلا دلمو برد، خدا شاهده. رودکی و چشمانداز زیبای شهر مکان مناسبی برای قدم زدن در یک محیط آرام است. مجسمه رودکی محبوب ترین شاعر کشور در مرکز پارک رودکی قرار دارد. بیرق یا پرچم تاجیکستان با ارتفاع 165 متر عنوان 3مین میله پرچم جهان را دارد که برای بزرگداشت 20مین سالگرد استقلال این کشور برپا شد. پارک پرچم یکی از پارک‌های دیدنی این شهر است. این مجسمه زیبا با طراحی منحصر به فرد و پوشش طلایی در مرکز این شهر قرار دارد که شهر دوشنبه را جذاب و خاص کرده است. اگر به هنرهای نمایشی و موسیقی علاقه‌مندید، پیشنهاد می‌کنم سری به سالن تئاتر اپرا و بالای تاجیکستان بزنید. در این تالار علاوه بر اپرا و تئاتر، رقص باله نیز اجرا می‌شود. می توانید بخشی از سفر خود را به شناخت هنر این سرزمین اختصاص دهید و با فرهنگ مردم تاجیک بیشتر آشنا شوید. موزه ملی تاجیکستان یکی از معروف ترین موزه های این کشور است. این موزه در 2 طبقه ساخته شده و دارای 3 بخش باستانشناسی، تاریخ طبیعی و هنرهای معاصر است. بیش از 150,000 اثر در این موزه به نمایش درآمده است. قلعه حصار یک قلعه است. دالان واخان یک دره دراز و باریک. این دره در قسمت جنوبی تاجیکستان قرار دارد و بخشی از آن در خاک افغانستان است. دالان واخان منظره خدا گفت بخشش هم توی خاک افغانستانه. از رشته کوههای هندوکش را به تصویر می کشد و چشماندازهای بکر و بی‌نظیری را به نمایش می گذارد. پامیر نام منطقه‌ای بزرگ و کوهستانی است که علاوه بر تاجیکستان، بخش‌هایی از کشورهای افغانستان، قزاقستان، پاکستان و چین را در بر گرفته است.
رشته کوه پامیر حدود 70,000 کیلومتر مساحت دارد و متصل به هیمالیا است. این کوه‌ها جزو بلندترین نقاط کره زمینند و به عنوان بام جهان شناخته می‌شوند. اگر اهل طبیعت گردی هستید، بازدید از کوهستان پامیر را از دست ندهید. اوه چه سرسبزی، چه دشتایی، بامه بچه‌ها، بام دنیا دیگه، تو فکرشو بکن، یعنی نقطه بلندترین نقطه دنیا. گرم چشم دیدن کنید. اینجا نه تنها می توانید لذت شنا و غوطه‌ور شدن در چشمه ها را تجربه کنید، بلکه از مزایای درمانی آن بهره مند شوید. اسکندرکول دریاچه‌ای مسلط. چه خوشگلی، یا خدا، یا علی، چه خوشگلیه. آب گرمه، از دل کوه میاد بیرون میریزه، تو برو توش لم بده. آی خدا چقدر زیبا. تاجیکستان چی بودی تو؟ این شکل است که در میان کوهستان فان قرار دارد. اسکندرکول یکی از دیدنی ترین جاذبه های گردشگری تاجیکستان است که برای گردش یک روز شنا و پیاده روی پیشنهاد می گردد. این دریاچه حدود 130 کیلومتر با شهر دوشنبه فاصله دارد. با توجه به قرار گرفتن دریاچه اسکندرکول در ارتفاعات بسیار بالا، آب و هوای بسیار سردی دارد و بهترین زمان برای سفر به این مکان زیبا فصل تابستان است. سالانه صدها گردشگر خارجی و داخلی از این دریاچه دیدن می کنند که همین موضوع سبب شده تا دریاچه اسکندرکول به عنوان اصلی ترین جاذبه گردشگری در کشور تاجیکستان باشد. دریاچه ساریز یکی از جاذبه های دیگر منحصر به فرد تاجیکستان است. دریاچه‌ای در ناحیه روشان ولایت خودمختار کوهستان بدخشان. این دریاچه تنها منبع آب شیرین موجود در این منطقه است که کمی بیش از 100 سال است که شکل گرفته. شکلگیری دریاچه ساریز با زلزله‌های زیرزمینی مرتبط است. در اوایل قرن 20 زلزله‌ای در این منطقه به وقوع می‌پیوندد. پس از فروپاشی بخشی از رشته کوه موکوزل، عمق متوسطی حدود 202 متر ایجاد شد که آب‌های رودخانه مغراب در آن سرازیر شدند. این دریاچه تقریباً 80 کیلومتر را اشغال می‌کند و دریاچه یعنی دریاچه نبوده بچه‌ها، اینجا خب بیابون بوده، یه زلزله‌ای که شده، یه رشته آورده، یک چجوری بگم فاصله بین همین منطقه تا رودخونه ها به 200 خورده متر بوده که باز شکاف ایجاد کرده و آب اومده به اینجا رسیده. ارتفاعی حدود 3200 متر از سطح دریا قرار دارد. اگر دوست دارید با فرهنگ مردم تاجیک بیشتر آشنا شوید و با محلی ها به طور مستقیم ارتباط برقرار کنید، حتما از بازارهای این کشور بازدید کنید. بیاییم سری بزنیم به شهر خوجند، یکی از شهرهای جذاب برای سفر. در زمان شوروی این شهر به نام لنین‌آباد شناخته میشد. خوجند در لغت به معنای مردم سعادتمند و بالانشین و امیر است. خوجند یا شهر خوبان دومین شهر بزرگ تاجیکستان با سابقه 2500 ساله است. قلعه باستانی خوجند در قرنهای 6 تا 5 پیش از میلاد ساخته شده است. ما مثل این قلعه توی بم داشتیم، یعنی داریم، زلزله که اومد خراب شد خیلی جاش. فقط چی گفتین اینجا یکم بزنیم عقب؟ دومین شهر بزرگ تاجیکستان با سابقه 2500 ساله است. قلعه باستانی خوجند در قرنهای 6 تا 5 پیش از میلاد ساخته شده است و در طول حملات چنگیز به عنوان سپر محافظ شهر در برابر مهاجمان عمل کرده است. این بنای تاریخی یکی از محبوب ترین جاهای دیدنی تاجیکستان است. بازار سرپوشیده پنجشنبه یکی از رنگارنگ ترین جاذبه های این شهر است. این بازار همیشه شلوغ است، زیرا نه تنها من تعریف این بازار خیلی شنیدم بچه‌ها. شما هم رفتین این بازار؟ تو کامنت ها بنویسید اگه رفتین چه جوریه، قشنگه، چون من تعریفش رو شنیدم. شهر بلکه از اطراف برای تجارت به این بازار میآیند. به به. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ما که لذت بردیم بچه‌ها. نه شما لذت نبردین؟ من یکی که خیلی لذت بردم. میدونی چرا بچه‌ها؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها من عاشق کشورهای همسایه‌ام. خب
هر کدوم، مخصوصا تاجیکستان، افغانستان که فارسی زبانان که عالی هن. خب دوست دارم بیشتر در موردشون بدونم، در مورد افغانستان، تاجیکستان بیشتر بدونم و حتی برم سفر کنم، ولاگ بگیرم. خیلی دوست دارم. حالا انشالله یه موقعیتی ایجاد بشه هم افغانستان و تاجیکستان باید برم. چاکر بچه‌ها، لایک و کامنت و ساب یادتون نره تا دیداری دیگر. ها یه ویدیو هم این بالا میاد، اینم ببینم که خوشت میاد. تا دیداری دیگر، بدرود.